اما مناسبت استادا با شما جوان‌ها چه خیلی بود؟ یعنی جنجال میکردن، داد و وایلا میکردن همچون ایجادکارانه، همچون استاد مناسبتی کی؟ استادا. یعنی بالا یک بچه‌ای که کار خانگی را اجرا نمیکرد یا که کم اجرا میکرد یا نادرست میکرد جنجال میکردن، جنگ میکردن؟ نه خصوصا معلم ما این عادت نداشت، خیلی وزنین بود، همیشه راهنمایی میکرد و خلاص. یعنی یک دیگر فهمی بود. بله 100%. یک قلم و مالبرت. فکر میکنم آرامترین نفرها در داخل کدام باغ، کوچه، پس کوچه و تنگ کوچه این نفرها را میبینیم، یعنی رسام ها. به نظر من شاید آنها هیچ وقت میان یکدیگر و میان نسل‌ها بحث، اختلاف نظر یا جنجال نداشتند یا دارند، نمیدانم. درود، با شما هستم دلیر موملی، ژورنالیست، پادکست سری زیرا مدیا. این فصل نشر نوبتی پادکست مرا بشنو است. در فصل دومی پادکست مرا بشنو ما اویدی همدیگر فهمی میان نسل‌ها با خود نسل‌های جوان و کلانسال، میان متخصصان ساحات گوناگون صحبت خواهیم کرد تا همدیگر را شنویم و برای همدیگر فهمی یکدیگر آماده باشیم. در نشر نوبتی پادکست ما طاهر نظر رسام اشتراک دارد. مقصد دعوت طاهر برای صحبت در آن است که او در سمت‌های گوناگون رسامی فعالیت کرده است و یقینا با نسل‌های گوناگون نیز در این ساحه برخورد نموده است. اختلاف نظر میان رسامان تا کجا هست؟ چرا در کوچه‌های دوشنبه و دیگر گوشه‌های کشور صنعت معاصر رسامی تبلیغ نمی‌شود؟ جوانان برای تماشای نمایش‌های رسامان می‌روند و یا نه؟ با این و دیگر سوال‌ها در نشر نوبتی پادکست ما پاسخ خواهید گرفت. درود طاهر، خوش آمدید به صحبت. تشکر. و اولین سوال من همین است که در وقت تحصیل کالج رسامی برنامه میرزا رحمت علیموف شما با استادان در کارهای ایجادی بحث میکردید یا هر چیزی که اونها میگفتن قبول میکردید؟ نه بحث، اگر دقیق شو بگیم بحث نمیکردیم، چون که زمانی ما رفته بودیم تقریبا همه 10 نفر در گروه بودیم، 3-4 نفر دختر باقی مانده پسرها، همه بعد ختم صنف نهم رفته بودیم، هنوز که خیلی جوان بودیم، 16 سال 17 سال میشیم. اون جرأتی بحث که نداشتیم دیگه در اون وقت. هر چیزی میگفتن قبول میکردید؟ بله، نه هر چیزی که میگفتن نه، راهنمایی میکردن تنها در مورد تصویر، در مورد هر 2 روز پس تصویرهای خانگی، وظیفه‌های خانگی را آوردن نشان دادن، ایراد گرفتن برای رشد کردن، همین چیزا بود. اما مناسبت استادا با شما جوان‌ها چه خیلی بود؟ یعنی جنجال میکردن، داد و وایلا میکردن همچون ایجادکارانه، همچون استاد؟ مناسبتی کی؟ استادا. یعنی بالا یک بچه‌ای که کار خانگی را اجرا نمیکرد یا که کم اجرا میکرد یا نادرست میکرد جنجال میکردن، جنگ میکردن؟ نه خصوصا معلم ما این عادت نداشت، خیلی وزنین بود، همیشه راهنمایی میکرد و خلاص. یعنی یک دیگر فهمی بود. بله 100%. میتوان گفت که بعضا استادا هم یعنی از داخل صنفخانه هاشون می اومد صدای بلندشون می اومد، این دیگر از خودی پداگوگ وابستگی داشت فکر میکنم، ولی استاد ما این گونه نبود. با فکر تو چرا جوانان غیر ساحه رسامی با فوتبال، کنسرت، آشخانه و از قبیل این گونه جایها میروند ولی برای تماشای نمایش‌های رسامی نمیروند؟ مصورهایی که ما میکشن نمیرن تماشا. آشخانه دیگر به همه معلوم که برای غذای شکم میریم، این به همه معلوم پوشیدن است. فوتبال با آن خاطر میرم که فوتبال در جامعه جهان تبلیغ کرده توانستند، یعنی خودآگاه و ناخودآگاه دیگر در وجود بسیاری ها ریشه دارند که یعنی عاشقش باشی. همین خیلی است. کنسرت چه؟ زیاد شد. بله. کنسرت چه؟ کنسرت دیگر در رگ و پیوند هر صاحب جان هست دیگر، میخواهیم نمیخواهیم. ولی اینو میخوام فهمم که ما هم میگیم که یعنی نبیره های کمال الدین بهزادیم. خوب. یعنی یکی از نفرایی که در سمت رسامی خیلی معروف است. اون تصویری که میکش چی نام داشت؟ مینیاتورا.
ما از اون افتخار میکنیم. پس چرا یعنی در رگ و پیوند ما از اجدادمون است، چرا نمیریم برای تماشای مصوره‌های رسامی؟ ببین این گونه چرا مثلا در ساحه طب ما بابای سینا داریم، شیخ رئیس سینا داریم. اگر در ساحه طب هم یگان جماعت ها شما فکر نمیکنم که همه اونجا رفته بتونه، یعنی اونم از رشته ما است. در ساحه شش مقام هم ما خیلی اجدادای بزرگ داریم از گذشته. در این سمت هم اگر یگان جماعت های شما چرا همه نمیرن؟ یعنی چرا من فکر میکنم این چراها با اون خاطری است که همین سمت ها خوب راه اندازی نشدن، خوب تبلیغ نشدن، خوب بدیل تماشابین و هر کسی دیگر راه نیافتن. یعنی فکر میکنم از همه مشکل اساسی تبلیغ است، چون که تبلیغ همین دلخواه چیز پیوسته پیش چشم آدم بگیره، طریق هر چیزی که هست میخواه نمیخواه ناخودآگاه اصلا که داده میشه. مثل که موسیقی گفتی، چرا موسیقی، چرا یک مثلا سراینده یا یک من هنرمندی خارجی کشور بیا همه تلاش میکنیم که اونجا باشیم، ولی یک رسام خارجی هم بیاد خریب کسی نمیره تماشا؟ نه اصلا نه، اصلا که نه. یک نمایشگاه عموما تصویرهای اوریان بود یک سال قبل، اوریان بانوا، و اونم از جانب یکی از رسامای زن به نمایش گذاشته شد و در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی را به میان آمد. نسل‌های گوناگون نظرهای گوناگون گفتند. با فکر تو باید این گونه نمایشگاه‌ها باشد و یا نه؟ اگر از نقطه نظری دنیوی بودم بگیم باید باشد. خب ما کشور دنیوی میگیم در سرخانون خودمون. بله. از نقطه نظری شرقی گویم و از نقطه نظری مذهبی گویم اگر بله که خوب نیست. بیش از 90% مسلمانیم ما. بله از این روزانه فکر میکنم خوب نیست، چون ما دلخواه کارهای ایجادی را میتونیم یعنی از این نقطه هم نگاه کنیم که یعنی ضربه به ما نباشه. ولی فکر میکنم اگر آزادی باشه خوبتر است، تا اندازه آزادی هم دیگر در داخل خود یک معینی های خودش داره. آزادی باشه خوبتر است، با اون خاطری که ایجادگر حرفی دلش بگه دیگه، او میخواد همون گونه باشد. چگونه میتونی در آزادی اون مانع شوی بگو نه تو این کارو نکن این کارو بکن؟ او این کارو کردن نمیتونه. این تو جالب داره که باشه این نمایشگاه باشد. بله کسی که خواست رود برای پوشیده، کسی که نخواست بله اون هم آزاد باشد. بله هر کی میره اون هم آزاد باشه، کی میخواد بره کی نمیخواد نره، تمام. چرا سر و صداها میان رسامان و بحث‌های آنها در وسایل اخباری ما تقریبا به نظر نمیرسد؟ یعنی آنها میان خودشون میگن جنجال‌های یکدیگر نافهمی‌های ندارن. مثلا من میبینم که روزنامه‌نگارا میان نسل‌ها بسیار بحث دارن، سینماگرا بحث دارن، ورزشگران هم خیلی اختلاف نظر دارن در سن و سال‌ها، ولی رسامان ندارن، هیچ نمیخونیم یا هست و نمیبرد به باو. من مشاهده نکردم. اگر نمیتونی بگی کاملا نیست، در هیچ دنیا ایجادی نمیتونی بگی کاملا نیست، شاید باشد خیلی کم، ولی من فکر میکنم در این میان زیادتر رشک‌های سالم ایجادی هست. این دقیق است، رشک‌های سالم ایجادی. یک رسام وقتی که کار خوب میکنه چند رسام دیگر میبینه میگه، یعنی با خودش میگه که چرا من نتونم از این خوبتر کار کردم، و همین گونه میکنن و همین رشته دوام داره. من فکر میکنم این گونه رقابت ها زیادتر است نسبت به اونی که رقابتی مغزی کنن و رقابتی حرفی کنن. یعنی بیشتر با کار میخوان. بله. من کار بهتر، من کار بهتر. خب پیکره های قهرمان های معاصر مثلا مثل بانو زبانیسا رستم و مثل دلشاد نظر و خب دیگه همین خیلی مثل از اهل زیا بگیریم، مثل مومی قناعت، بازار صابر، خب همین گونه دوام دارد. چرا امروز در کوچه های دوشنبه تقریبا به نظر نمی رسد؟ چیزاشون پیکره هاشون. بله. خب فکر تو چی است؟ از این نسل استاد عینی است، استاد توسن زاده است. خب تا توسن زاده است دیگه پایین نمیفره. از این نسل همینا. بله. بله. ببین من در این سوال چه اندیشه دارم. در دوشنبه شهر مثل که باغ‌های زیاد بنیاد شد، خدا رو شکر. باغ‌های زیاد بنیاد شد، ولی
یک هدف مشخص راه اندازی نیست بغیر از راه رفتن میانی قسم زیادی از باغ‌ها گل کاریدن. بله تنها گلگشت است، درخت‌ها هست، راهروها هست، خب کم چیزای خوردی دیگره. زیاد میخوام که در دوشنبه شهر باغی باشد که مثل که سوال با میان گذاشتیم بله. این شخصیت ها را همش هم پیکرهاشون باشد، نمیدونم یا نیم پیکره یا پیکره کاملا از پا تا سر زنده و گذشته همه باشه. بله یک باغ مخصوص مثلا برای من داخل هم چی میگن خوشم میاد وقتی که میخواهم برم پیکره های اونها را ببینم، مثل که گاه خوشم میاد بریم آرامگاه لوچوب چون اونجا دیگه تربت جای اونها است، قبری اونها است، بعضن هست نیم پیکره و بعضن در سنگ ها، ولی فکر میکنم گذشته از این چون اونجا جای مخصوص خودش است، گذشته از این یک باغی باشد که این شخصیت ها همش باشه، مثل که زیبونیسو رستم و گفتی دلشد نظر بگذار اگر امکان باشه به همون زندگیش نیم پیکرش بگذار باشه. خب دیگر که هر کدوم دیگرش یعنی تصور که هر یک تا این اگر در یک باغ باشه یک باغ بزرگ شوه یا نمیدونم باغ شخصیت ها شوه. همه خیلی بحثا در نشست‌ها با استاداتون میکنید یا نه که چرا چنین هست و چنین نیست و این چه؟ اصلا که امکان نداره این گونه کارها را کردم، ولی ببین با یک تصمیم خوبی دیگر اما میتونم که پیشنهاد کنم برای همین گونه باغ بنیاد شدن. در کالج رسومی در دانشکده هنرهای زیبا یک فاکولته هست به نام هیکل‌تراشی. خب تقریبا 10 نفری یا 8 نفری یا 15 نفری تحصیل میکنن در این فاکولته در هر یک کورس. همین سال تصور کن 10 نفر از کالج رسومی ختم کرد مثلا هیکل‌تراش، اینا 5 نفر از دانشکده هنرهای زیبا 10 نفر، این 10 نفر باید کارهای دیپلمی کنن. بله. حکومت جمهوریت، حکومت دوشنبه است، هر کجا که لازم بیاید به اونا سپارش بده که شما مثلا هیکل فلانی را کنید، این کار دیپلمی شما است، کار دیپلمیش کنه برای در همونجا بمونن، یعنی با یک تیر دو نشان هم اون کار به انجام میرسونه دیپلمشو میگیره، هم این در یک جای گذاشته میشه که خودی همون دست دارم عمر افتخار میکنه و من هموطنشم عمر افتخار میکنه و یک خارجی هم که اومد میخواد اگر بخواه یعنی نفری باشه که اهل قلم باشه اهل زیاد باشه میخواد این گونه جا را ببینه و بره. فکر میکنم همین اگر 2 سال 3 سال راه اندازی کنیم اون باغ پر از این پیکره و نیم پیکره ها میشه. رنگ بازی ها و آرایش نام و اظهار محبت از طرف جوانان در کوچه های شهر دوشنبه قریب که به نظر نمیرسد. در دیگر کشورها خیلی زیاد است و حتی دیوارهای الهیده دارند برای این چیز. یک نوع صنعت معاصر هم شده است این برای بخصوص اونایی که با رنگ بازی میکنن و اظهار محبت میکنن هر چیز دیگر. ولی در کوچه های دوشنبه ما همیشه میبینیم که اگر نسل کلانسال چنین نوشته جوانا را ببینن نظری نیک ندارن، همیشه این مورد انتقاد قرار میدن و اینا در شبکه‌های اجتماعی هم گاهی نشر میکنن. فکر تو چی از در این باره؟ برخوردی اندیشه ها میان نسل جوان و میان نسل کلانسال از روی شنیده ها و خوانده ها همیشه بود چون استادانی که امروز 80 ساله شدند و 70 ساله شدند میگن زمانی که ما هم ختم کردیم اومدیم با کلانسالای خودمون اندیشه هامون به هم نمی اومد. امروز ما همین درد داریم و امیدوارم که ما هم که سین سالمون اگر زنده باشیم به جای برسه با نسل‌های جوان به هم نمیاییم. خودت چه قبول داری یعنی کاری بچه‌ای که میکنن در دیوارها مینویسن و گاه زیبا هم مینویسن؟ 100% قبول دارم. چی باید باشه این چیز، یعنی باید برخوردی این اندیشه ها باید باشه کی قبول داره کی قبول نداره، این مشکلی او مهم که این ایجادکار میخواد اون کارو بکنه. ولی یک نفر دیگه میگه که این گوشه شهر ما آباد کردیم اینا اومده با نوشته هاشون ویران میکنن یعنی بزیب میکنن، خوشایند نیست. میگن ما اینجا رو تعمیر کردیم این دیواره این بچه اومده است نوشته است اینجا هر چیز مثل که همین گونه تقریبا. خب اینا مثلا یک نفر اومده تعمیر کرده سفید یا اومده است مثلا اینجا این نقشه کشی. ولی گاه بچه‌ها اظهار محبت مینویسن، فلانی من تو دوست می‌دارم، دیل میکشن، هر کاری دیگر میکنن. اونا چه خیلی فکر داری؟ فکر میکنم در هر جا بدن این چیز باید نیست. فکر میکنم
در تصور کن مثلا هر کجا بره یک اظهار محبت. بله اظهار محبت دل بینی یعنی شاید یک نقطه مخصوصی باشه خاصه در همین موردی که گفتی بگذار یکی از خیابان‌های دوشنبه شهر عیناً همین گونه نمیدونم خیابانی عاشقا گفتن یا خیابانی رسام‌ها هر کسی که هست که هر این شکل‌ها رو میخواد راه اندازی کنه بگذار یک خیابان باشه مثل همین مثلا همین پیاده‌گرد لب دریای دوشنبه بسیار جای راحت است و دیوار هم دارد برای نوشتن. تقریبا بگذار بعد شیت‌ها و دیوارهای مخصوص هم بگذار بعد جابجا کنم بمون. عیناً همین می‌خواستم بگم که در مورد کارهای حرفه‌ای یعنی تصویرهای معاصر تبلیغ‌های معاصر مثل همینه که ما در نظرش داده صحبت کردیم انا همین گونه دیوارها چرا در دوشنبه به نظر نمی‌رسد؟ فکر میکنم کسی پیشنهاد نمیکنه این چیزا ببین مثلا خصوصا در دوشنبه شهر چی در دیگر شهرهایی که در داخل جمهوری هست یک نفری هست به نام دیزاینر خب این نفر جوابگوی در کدام نقطه شهر چی میشود جوابگوی همین چیزا داره بگیم دفتر مخصوص خودش داره در داخل شهرداری نماینده های خودش داره شاید 5 نفرن شاید 10 نفرن شاید 20 نفرن یعنی اونا حق دارن این گونه تصمیم ها رو بگیرن با نفر لازمه پیشنهاد کنن در شکل اسکیز پیشنهاد کنن بگن که اگر همین گونه شب فلان گوشه خوب میشه مثل که کجا را چگونه گل میمونیم کجا را چگونه هنوز که این پل ها دو سه پلی که داریم از بالای دریا میگذره دریا دوشنبه که اکنون میبینیم که بعضا نقش نگارهای سنگی اکنون برای مانده ایستادن حالا که این گونه کارها و این گونه دیزاین ها در دیگر کشورها عصر بود سالهای پیشین بود و ما هم دیده بودیم برهای این چیزا یعنی همونها همین چیزا راه اندازی میکنن اونا تصمیم دارن که اینم برای بمونن پس فکر میکنم که جوانها اگر اینا پیشنهاد کنن ولی تصمیم گیرنده های اساسی که امضای آخر میمونن شاید نسل بالاتر از 40 و 50 این گونه صنعت های معاصر قبول ندارن و اندیشه‌شون مخالف است و امضا نمیگذارن برای اون لایحه تصدیق شدن این خیلی هم هست یا نه ما فکر میکنم خصوصا دوشنبه شهر به نوبت بگیریم سرکرده رئیس تو به دیگر همه جوانان من فکر میکنم نسل کلان خیلی کم است در این میون اگر پروژه های خوبی سازندگی به میون بونن من باور ندارم که نشود این کار فقط نفر لازم که همین رو پیشنهاد کنه چند وقت اخیر در دوشنبه یک دیگرگونی کلی به نظر میرسد تمام بیناهایی که از شوروی از گذشته از کلانسالای ما میراث مانده بود تخریب شده ایستادن و بیناهای نو شیشگی قامت را میافروزند و اینجا هم نظرها بحث‌ها شدید است در این میان تو چی میگویی که اون بیناهای قدیمی که خیلی از لحاظ آرکیتکتور و معماری خیلی زیبا بود اونا را با شیشه عوض کردیم ببین ما در این نقطه نظری ما است نقطه نظر طاهر است کسی میتونه این کار کنه طاهر که رسام هر کس اندیشه خودش داره من فکر میکنم این درست نیست ببین حتی قسم زیادی بیناهایی که در دوشنبه شهر بود خصوصا در کنارهای راه همه رنگ هم کردیم تقریبا میگم 80-90% رنگ زرد است خیلی زیاد رنگ‌های زرد استفاده بردیم فکر میکنم حجت نداشت یعنی رنگ زرد رنگ مردم ما نیست؟ نه رنگ مردم ما نیست نه گپ سری حاجی رنگ خاراکتر نمیروه گپ سری خود همون بینو میروه که اون بینای بیچاره مثلا در زمان شوروی اگر ساخته شده بود هیچ قسم زیاد بیناها رنگ نداشتن یعنی یک رنگ مخصوص خودی هم محصولات ساختمانی بود زنده بود بله اون رنگ محصولات ساختمانی عصرها میتونه بمونه ولی این رنگ با نمیدونم چند باد و باران ها زدن ها میتونه بازم خیرگی کنه با هر سال از نو باد و باران رنگ یکمش این بله دومش این که فکر میکنم یک صرف زیادتی بود مثل که ما گویا میخواستیم زیبا کنیم اما دیگر راههای زیباش هم فکر میکنم بود نه تنها یک لخت زرد کردن و سبز کردن و سرخ کردن دیگر راههای زیباش هم بود
бозам хубтар мешид ки камилан меистод ба ҳамин шакл. ҳазор роҳҳои хуби дигари зебо кардан буд ки агар чандин хусусан дизайнерҳо рассомони хуба ба ҳам меовардан, фикр мекардан, пешниҳодҳо мекардан, можно буд ин кора кардан. Вале фикр мекунам ин танҳо ба як сухани роҳандозӣ шудагӣ аст ки таъмир кунем то шаҳр ҳусни дигар бигира, ранги дигар бигира. Вале ман мувофиқ нестам. барои чи ҳамеша ороиш ё кори тарроҳии як пайкара, боғ ё кӯчаву гулгашту дигар гӯшаҳои кишвара ҳамеша ба устодо бовар мекунанд, ба ҷавоно кам бовар мекунанд. Ман мебинам ки ҳатман тасвири кадом як пайкара ё ки гулгашт дасти кадом як устоде аст ки аллакай аз 50 сол боло умр дорад. Чаро ба ҷавоно камтар бовар мекунанд? шояд аввал ба он хотире ки устодо хеле таҷриба зиёд доранд, якум. Дуюм ба он хотире ки ҳатто қисман унвонҳои мардумиам дорад. Хоб. сеюм ба он хотире ки шояд онҳое ки онҳоро фармоиш метиҳанд, онам дар ҳамун синну солам. ҳеҷ вақт масалан як ҷавони 30 сола тасмим намегире масалан як қарореро бибуре ки бига ба мисол пайкараи шайху раиси ибни сино сохта шавад, мисол як ҷавон тасмим намегире сохта шавад ва ӯ як мусафири 70 сола 80 сола як пири рӯзгордидаро супориш бида бига ту бикун. Не. барои он ки тасмимгириҳо ҳам пешниҳодҳо ҳам тақрибан аз як синну солҳо садо медиҳанд ва шояд ин аст. боре фикр кардаи ки агар барои ту чунин як шароите фароҳам биёранд ки барои устодо фароҳам биёранд, кадом гӯшаи Душанбе ё кадом гӯшаи кишварда як гулгашт ё як нуқтаи бисёр зебое ки дасти худат аст онҷо зиёд интихоб кунӣ ва бижара оро диҳӣ? дар ин фикр будӣ? бале ин як хато накунем як сол пеш буд ё 2 сол пеш буд, ба фикрам 2 сол пеш буд, ҳанӯз қабл аз вабо буд. як тасмими хурд шид ва баъд дигар ин тасмимам аз миён рафт. гуфтанд ки дар яке аз боғҳои ҳудуди Душанбешаҳр хоначаҳои сирф тоҷикона сохта шавад. тасаввур кун масалан дар мисол мегӯм дар боғи устод Рӯдакӣ мисол, ҳолон ки унҷо не, як комилан як деҳае иборат аз як ошёна хонаҳои сирф тоҷикие ки гуфтем лоиӣ, кӯчаҳо дорад мисли танкӯчаҳои Бухоро ва дохили ҳар як хона фурӯшандаи молҳои ҳамин вай дорад. Мардумӣ. ин деҳа аст дига. Қане деҳа ҷои? Бале, деҳаи шарқие ки дар дохили вай ҳаст, боғи Ирам. як хонаи бадахшонӣ ҳаст, ҳама онҷа навор мегираду мерад барои тамошо. деҳа ном дорад, вале вай деҳа нест дигар. ман агар мисли ки саволе ки додӣ, агар имкон медоштум, намедонам имкони бо касе ҳамсӯҳбат шудан мешуд, имкони пешниҳоди идея додан мешуд, ҳамин чиза мекардам ба хотири рушди соҳаи сайёҳӣ ки мо чанд сола ба бод додем ва чанд соли дигар дар ихтиёр дорем. яъне тамоми хонаҳои Тоҷикистон, хонаҳои Хатлон, Бадахшон, Рашт, Водии Исфор ҳамаш дар як гӯшаи Душанбе. гузашта аз ине ки ҳозир дохили хона чӣ нақш дора, мисли ки гуфтем нақши бадахшиву нақши ғармиву нақши хатлониву нақши суғдиву дигар гузашта аз инҳо дар дохили ҳар яктаи ҳамон, яъне тасаввур кун ин як деҳаи бузург. ози бо пештар гуфтам ки қисми зиёди боғҳои хуба сохтем, вале боғҳо мисли қадам задан шудааст халос. фақат гулгашту қадам задан. ин хуб аст, вале наметавона ки ҳамаи боғ як ранг боша, ҳамаи боғ як шакл. ду чиз доранд, бозичаҳои фароғатӣ доранду гул доранд. бале, кӯдакон фароғат мекунанду калонҳо сигор мекашанд. хуб бибин далер, яъне бибин як боғ мон агар ин гуна деҳаи комилан деҳаи иборат аз 80-100 хона, яъне бибин агар ин гуна бошад барои сайёҳӣ ҳам хуб аст. як боғмон комилан барои шахсиятҳое ки пайкара дошт. бале, пайкараҳоро гуфтем, ин гуна бошад. ду
یعنی من فقط هر ساحت گوناگون یک باغ خودش داشته باشه اونجا نمایش. این جالب میشه، این خیلی جالب میشه و هم یک راه خوبی درآمد هم هست و هم یک کار خوب هم هست. فکر میکنم امکان داره در همین باغ‌های زیادی که در حدود جمهوری کریم امکان داره دل خواهش گرفته به این شکل تبدیل دادن، به این شکل تبدیل دادن. اگر من امکان می‌داشتم، امکانی پیشنهاد دادن و صحبت کردن می‌داشتم، همین چیزا میگفتم. آخرین سوالی که برات دارم، از رسامان کلانسال و جوان سه رسامی را بگو که کاراشون میپسندی و مقبول است برات. خب 3 نفر. بله. میتونی هر سه‌ش جوان بگو، هر سه‌ش کلانسال بگو، یا که میتونی انتخاب کنی. فهمیدم. از نسل کلان کارهای رسام بسیارم خوبی ما سبزعلی شریفزاده پسندم است. دو تای دیگه. خب از نسل جوان ایرج علیموف، دلیر محتاجوف، دلیر میانه است دیگر، دلیر 3 سال شد. خب دلیر، ایرج و استاد سبزعلی شریفوف. سلام دوستان. دوستان عزیز، این نشر نوبتی فصل دوم پادکست مرا بشنو بود که از جانب ژورنالیستان زیرا مدیا آماده میشد و مهمان امروزه ما بودند رسام طاهر نظر. در نشر من بعدا نیز ما اوید به مشکلات نسل‌ها خواهیم گفت و با متخصصات ساحات گوناگون برای دریافت راه‌های حل این پرابلم صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید که هر هفته روز پنجشنبه پادکست ما در پلتفرم‌های زیرا مدیا، در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب پهن می‌شود و شما وقتی افته تماشا کنید. ما انتظار فکر و عقیده‌های شماییم. با شما بودم دلیر موملی. در کوچه‌ها اگر هنر داریم و ذوق داریم، خواهش داریم، میتونیم هر گونه تصویر و آرایش و نوشته از خودمون یادگار بمونیم. ولی فکر میکنم که مهمترین یادگاری چگونه که استاد لایق گفته است در دل انسان ها جا شدن است. با شما بودم من دلیر موملی. پدرود تا درودهای دیگر.